با چراغی علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم. فعالسازی 147 باب لابراتوار از سوی وزارت معارف در ولایت بامیان. ایجاد و فعالسازی لابراتوارهای مضامین ساینسی در مکاتب به عنوان بخش از پالیسی وزارت معارف در پیوند به ارتقای کیفی تدریس علوم عصری بوده که اینک در نهادهای تعلیمی ولایت‌های مختلف به منصه اجرا قرار می‌گیرد. با در نظر داشت این اصل که نظام تعلیمی با پرورش تفکر خلاق، تربیت افراد جستجوگر و نوآور نقش مهم در رشد و شکوفایی خلاقیت شاگردان دارد، از این رو وزارت معارف توانسته است در جریان سال گذشته 1403 هجری شمسی لابراتوارهای 147 باب مکاتب را در مرکز و ولسوالی‌های ولایت بامیان فعال نماید. با گفته قاری عنایت الله سحار رئیس معارف ولایت بامیان، لابراتوارهای مذکور قبلا غیر فعال بوده که با همکاری ریاست مرکز ساینس وزارت معارف و تلاش‌های مسئولین معارف آن ولایت دوباره فعال و به معرض استفاده شاگردان مراکز یاد شده قرار گرفته است. هدک است یک عضوی عضلاتی که خاصیت ارتجاعی داره، در تحت حجاب حاجز قسمت چپ شکم و کنار یا پهلوی جگر قرار داره. اینجا ما شما نظر بگیریم یک پرده داریم به نام حجاب حاجز که صدر یا سینه از بطن چکره جدا گرفته. پس اینمی میده تحت حجاب حاجز در سمت چپ بطن شکم قرار داره، در کنار چی؟ در کنار جگر که این قسمت ما شما بگیریم چیه؟ نه یک میدان ما شما گفتیم یک عضوی عضلاتی از عضله ساخته شده است، یک خاصیت ارتجاعی داره که میتونه کشی یا ارتجاعی یا خاصیت و کشپذیری داشته باشه. و این میدان گفتیم در کنار چیه؟ جگر. قابل یادآوری است که در نظر است به زودی از سوی وزارت معارف یک باب لابراتوار مرکزی مجهز نیز در آن ولایت اعمار شود تا از آن در تدریس عملی مضامین استفاده به عمل آید. سیالی کو دا نورو هیوادونو، تعلیم کو پخبلو اولادونو، مرحبا